پای تلویزیون بودم، یهو دیدم که تلویزیون داره نشون میده یه پلیس راهور کشور داشت صحبت میکرد با خبرنگار، میگفت در یکی از جاده‌های اصلی کشور یک تصادف زنجیره بسیار بزرگی رخ داده که نزدیک 200 خودرو که تولید داخل بودن اینو زدن به هم و تعداد زیادی کشته و مجروح متاسفانه رو دست ما گذاشتن. و نکته جالب توجه اینجا بود که میگفت که ایربگ هیچ کدوم از این ماشین ها عمل نکرده. یعنی اگر هر جای دیگه این خبر از تلویزیون پخش میشد مردم میرفتن سراغ اون کمپانیای خودروسازی، اما تو ایران من تو شوک این خبر بودم، ناراحت شده بودم. بعد یه رفیقم گفت بیا ببین مردم همه پای سایتن دارن ثبت نام میکنن. ما برعکس جای دیگه ایم. تو میبینی ایربگ عمل نگه ثبت نام نکن، همه ثبت نام میکنن. شاید دوستان که اینا ثبت نام برن بزنن که ثبت نام میکردن. بعد دیگه خود مدیران تولید کننده خودروهای داخلی اومدن گفتن که عزیزان ما انقدر توانایی عرضه نداریم، انقدر تقاضا نکنید، صبور باشید، انشالله در 10 سال آینده به همتون خودرو میرسه و ما خدمتتون عرض کنیم که مرگ دست خداست، ما وسیله هستیم فقط خدمتتون که اینجوری. حالا عده‌ای از این تصادفی‌ها که انسان‌هایی بودن به خانواده‌هاشون خیلی ارق داشتن، اینا کم نیست. حدود 70-80 نفر که کشته داده بودن اینا رفتن سمت کمپانی‌های خودروسازی که درگیر شدن با مدیران اونجا. مدیران اونجا تا فهمیدن گفتن که ما هم درگیر میشیم باهاشون، حمله میکنیم. اینو بهش میگن سیاست فرار به جلو. اون اومدن گفتن چی شده؟ اونا گفتن چی شده؟ مرد دیگه جوان ما غلط کردی، چی ایربگ گفت بیا این ماشین کو ایربگش کو ایربگش اینا رفت از اون زیر لاستیک کشید گفت بیا اینا یکی گفت چرا عمل نکرده؟ گفت ایربگ های ماشین ما از زاویه خاص باید بزنیم، الکی که عمل نمیکنه. بعد گفتیم اجازه آقا، همه شل کردن اون 60 نفر تا اینو چیز کردن، احساس شرمندگی کردن که چون نمیدونستن از زاویه خاص باید بزنید تا ایربگ. گفتن آقایان مدیران خودرو از چه زاویه بعد؟ گفتن از گوشه بالای سمت چپ راهنمای شاگرد، از اونجا باید بزنی تا ایربگ عمل کنه، ولی عمل نمیکنه. بعد همدیگر رو بغل کردن، نفر یه دونه راهنمای خالی هم بهشون دادن، رفتن یه گوشه نشستن با راهنما نگاه میکردن گوشه بالا کجاست که باز دفعه دیگه تجربه باشه بچه‌ها. سگ ولگرد پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتندش چه سود مجنون خک. گفتندش چه سود؟ گفت این سگ گاهی کوی لیلی رفته بود، اینقدر حرمت قائل بود واسه عشقش. اون 3 نفری که 50 تومن گرفتن الان باید دست میزدن. ولی صنعت موسیقی پاپ ایران متحول شد چون کسی پا به عرصه موسیقی پاپ گذاشت که دیگه خوانندگی نمیکنه، بلکه این آدم مرثیه خوانی میکنه. چقدر غم توی صدا میتونه گنجونده باشه. گاهی آهنگای این خواننده سلطان غم ایران. اصلا این بچه اول غم به دنیا اومده، بعد دست و پا در آورده که غم تو صداشه، تو قیافش دیدی وقتی میخونه اصلا چهره گریه است، دستا همش این شکلی حرکت میکنه میره. تقریبا 2 وجبم از من بلندتره، اما دیده شده که با همون قدم بالا پایینم میپره، تو اوج خون میگیره. آقا جو صحنه است، راحت اونجا نشستی، تنها ناراحتی دسته صندلیه، چون نمیدونی مال خودت یا مال بغل دستید. اما اینجا ناراحت اون خواننده. با خودم میگم خدای من چقدر مصیبت دیده مگه در زندگی، چی کشیده. عرض میکردم هنر من باب این که از زاویه دید انسان، شاید از نظر اخترشناسان که وسعت کیهان تا کجاست، چند میلیارد ستاره، کی میدونه اصلا،
نظریات متفاوت از استفان هاپکینز نظریه نسبیت انیشتین رو جوری جلو میبره که ما تو شک میکنیم. فی‌الحال هیچ چیزی به ذهنم نمیرسه. من یه لحظه هنگ کردم. عزیزان دیگه خجالت بکشیم، واقعا زشته. شب دیر وقت، بچه ها دستشویی دارن، بریم ما بخوابیم بلکه اونام بخوابن. بچه ها نمیخوابن. عجیبه که ما میخوابیم بچه ها نمیخوابن. آقا شما خوبی؟ آره خسته نشدی اونجا وایستادی؟ زنده باشی. حسن اندرلاین ریوندی پیج اینستاگرام بنده است. مرسی که فالو میکنید. واسه مریض میخوام، جدی میگم. کامنت مثبت بذارید، باحال باشیم. انشالله که در شادیاتون جبران کنیم. عزیزان وسایل ایاب ذهاب فراهم هست. جا آب میاد. خدا رو شکر جدی داره بارون میاد. چون امسال دیدید که برفش هم شوخی بود. یه کوچولو اومد و برگشت. چه زمستونایی بود قدیم. چه الان زمستونه. درختای محل ما اسکل شدن، شکوفه دادن. اصلا یه اوضاعیه. اما امشب حسی که بارون شوخی نداره و اینقدر داره میاد که از سقف سالن هم داره میاد. مرسی که میای و همراه خودت تراوت و برکت میاری. دوستان گل من، امشب بدون مقدمه میخوام که بپردازم به یک موضوع و دفاع کنم از حق خانم ها و فقط به نفع خانم ها صحبت کنم. و دلیلم داره، به خاطر اینکه متاسفانه چند سالیه در دنیای مجازی بیرحمانه مسخره میکنن رانندگی خانم ها رو. این درست نیست. یه چرت و پرتایی هم مینویسن این پسرها. من تعجب میکنم مغز اینا از کجا این چیزها رو میاره اصلا. که نمیدونم دختره رفته امتحان رانندگی بده، سرهنگه گفته برو تو پارک، پیاده شده رفته تو پارک نشسته. درختای پارک از بس خندیدن همه برگ و پشماشون ریخته. اصلا یه میدونی بعضی از درختها مثل خرما الیاف و پشمون چیزام دارن. یا نمیدونم دختره رفته امتحان رانندگی بده، مدارکشو برده پلیس به علاوه 10، مثل اینکه بدون آرایش رفته دفترچه اعزام به خدمت بهش دادن. چقدر بزرگوار بوده ایشون، در حالی که فن خطا روش زده، جوان مردی کرده و گواهینامه‌اش رو داده بره به کارش. اما دو بحث موسیقی، نمیدونم منو اون گوشه دیدید که البته الان چنگانه سوز شده، اوضاع هر تر میره و خیم‌تر میشه. میدونید که تو اوضاع تورم تخم مرغم داره روز به روز کوچولوتر میشه. مگه سایز دست ایناست که دارن کوچولو میکنن تخم مرغا رو؟ اینشون تخم مرغای تاریخدار باحالن. تاریخشو میخوندم برای 2 هفته دیگه بود تولیدش. هنو مرغ نزایده بود، تخم اومده بود تو بازار. به کجا داریم میریم واقعا؟ خزبازی داستان. خلاص این که با دوستان صحبت میکردیم، میخون از وقتی که موهاشو کوتاه کرده بهتر میخونه. اصلا یه مقدار اکتش رو صحنه کم بود. نهایتش که دیگه میخواست از شما هیجان بگیره اینجوری میکرد. یه کوچولو تیتیشه، اشکالی نداره. من با اکثر خواننده ها میخوام کار کنم تا بادی لنگویج رو روی صحنه بهشون آموزش بدم. عجیبه که بعد گذشت این همه سال، فقط تو این 20-30 سال اخیر مخصوصا خواننده ها عمر هنریشون خیلی کوتاهه. یه 5-6 سال 7 سال رو بورسن، بعد حذف میشن، یکی دیگه میاد، یکی دیگه الانم که ببینید مثل قارچ سمی هم تو داره خواننده میزنه بیرون. جوری میشه در چند سال آینده تعداد خواننده ها از شنونده ها بیشتره. مردم به هم دیگه میگن یه شنونده جدید پیدا شده، دیدی؟